بسم الله الرحمن الرحیم. از کیلومتر 25 اتوبان قم تهران و در نزدیکی ورودی سایت هسته فوردو این گزارش تقدیمتون میکنم. تنها دودی که دیده میشه در آسمان نزدیک به فوردو دودی است که از سمت مقابل سایت هسته فوردو، جایی که به نظر میرسه مربوط به پدافند هوایی فوردو میباشه، دیده میشه. من خودم حدوداً ساعت 3 بامداد به این نقطه رسیدم. تحرک خاصی از سوی ماشین‌های امدادی یا آتش نشانی ندیدم، به جز یک ماشین امدادی که در حال انتقال به نظر می‌رسید یک مجروح باشه، البته بدون صدای آژیر، به سمت قم رو مشاهده کردم. در شهر قم صدای بسیار خفیفی شنیده شد، لرزش زمینی احساس نشد و شرایط هم در اتوبان قم تهران و هم در شهر قم به صورت عادی در حال جریانه. این گزارش رو من الان حدودا ساعت 7 بامداد تقدیم شما دارم می‌کنم. بر اساس مشاهدات مردمی که در یک مجتمع اقامتی همین نزدیکی‌ها حضور داشتن، حدودا صدای 6 انفجار شنیده شد. البته صدای انفجار برای این افراد غیر قابل تصور و یا خیلی زیاد نبود.